با سلام از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ. بینندگان عزیز، در چند دقیقه دیگر شما را با خبرهای اخیر تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. امروز 19 دکبر است و با جمع همکاران این موضوعها را به بررسی گرفته‌ایم. ادامه ماجرای پرسر و صدای صدوات، نزدیکان مهاجر بازداشت شده تاجیک از مقامات طلب کمک دارند. راننده می‌خواسته که ماشین منک نایگان سده اومده زوроварӣ کرده به الکترشو بهوش کردگان. بالای این چند کس زدگان شه. اسرائیل را برای کشتن غیر نظامیان و بستن راه دسترسی ساکنان به آب و غذا در غزه تنقید کردند. و در تاجیکستان برای کارمندان نهادهای دولتی یک جزای نو تعیین کردند به شرطی که از مشتریان پول نقد بگیرند. آینده از سال نو هم پرداختی غیر نقدی که وای میسپرم. خیلی البته خوب است این کار خوب. پیوندان سهراب یوسفوف راننده 21 ساله تاکسی از تاجیکستان که در پی مناقشه با پلیس روس بازداشت شد از مقامات تاجیکستان طلب کمک دارند. آنها میگویند کارمندان پلیس روسیه مهاجر را شکنجه و بیگناه دستگیر کردند. بازداشت این مهاجر تاجیک در بازار صدوات مسکو ناراضگی ده‌ها نفر را به میان آورده. در پی این حادثه 73 مهاجر به حبس مأموری گرفته شد. مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف در این باره گزارش دارند. خواهر سهراب یوسفوف لحظه بازداشت برادرش را تماشا می‌کند. سهراب در روسیه تاکسی میران. روز 15 دکبر پلیس روسیه دستگیرش کرد. خواهرش میگوید سهراب 1 سال پیش بعد گرفتن گواهینامه رانندگی به روسیه رفت و نیت داشت 1 ماه بعد برگردد، اما حالا به ضد او با اتهامات زورآوری به مأمور امنیتی و تحقیر منصبدار دولتی پرونده باز کردند. نزدیکانش میگویند بیگناه است. 16 دکبر مثلا همین ویدیو را به ما رای کردن که مثلا این همی گودک بیگناه گناه نداره. مثال خواستن که منک نشه، مثلا راننده میخواسته که ماشین منک نایگان سده اومده زوроварӣ کرده به الکترشو بهوش کردگان. بالای این چند کس زدگان شه. بازداشت سهراب یوسفوف و به خصوص بیهوش کردن او با الکتروشاکر خشم یک گروه مهاجران را برانگیخت. در نوارها دیده می شود که چند نفر برای رهایی سهراب از دست پلیس تلاش دارند. بعد این طبق گزارش ها بیش از 80 نفر را با اتهام اوباشه و رعایت نکردن قاعده مهاجرت به جوابگری کشیدند، اما مهاجران گفتند حادثه دیگر است و پلیس روسیه بود که سهراب یوسفوف را شکنجه داد. با گذشت 3 روز پیوندان سهراب یوسفوف درباره احوال او چیزی نمی‌دانند. معلوم نیست که او وکیل دفاع دارد یا نه. با قرار دادگاه سهراب را تا 16 فوریه سال آینده به حبس گرفتند. به نوشته دادستانی مسکو سهراب به قرار دادگاه اعتراض کرد. پیوندانش برای رهایی او از مقامات تاجیکستان درخواست کمک دارند. بچه را به هیچی خسته زدگان، مثال به الکترشوک بهوش کردگان. ما میدونیم که چقدر عذاب دادگان و بچه را داداری مرا مقصد به هیچی عذاب دادگان. نه که ما همه چیزا میخوایم که این مسئله را پیشگیری کنن، نگاه کنن که این گودک در چی حالای. مقصد باید ما را هم بفهمیم که این گودک به هیچ چیزی محکمه. رادیوی آزادی برای گرفتن شرح مقامات به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت کشور در روسیه مراجعت کرد. تا این دم مقامات هیچ پاسخی ندادند. از بدرفتاری و رفتار غیرقانونی با مهاجران در روسیه پیوسته گزارش می رسد. مقامات تاجیکستان گاه از این عملکردهای مقامات روسیه اعتراض می کنند، اما به گفته مهاجران وضعیت تغییر نمی یابد. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه. اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا در سفرش به اسرائیل گفت کشورش همچنان از این کشور پشتیبانی می‌کند. اسرائیل را برای کشتن غیر نظامیان در جنگ در غزه تنقید می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا به حفظ جان مردم عادی در غزه تاکید کرد. مقامات غزه میگویند شمار کشته شده‌ها از 19,000 نفر گذشته است. گزارش صدای آمریکا را کیومر سیاتو تقدیم می‌کند. کودکان فلسطینی را که در حمله هوایی اسرائیل روز دوشنبه در غزه مجروح شدند به بیمارستان میبرند.
در این روز سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که اسرائیل راه دسترسی ساکنان را به آب و خوراک در غزه بسته است و اذیت از گرسنگی را همچون سلاح استفاده می کند. مقامات اسرائیل این سازمان را ضد یهودی نامیدند. لوید آستین وزیر دفاع امریکا که روز دوشنبه با مقامات اسرائیل صحبت کرد به همتای اسرائیلیش گفت که حفظ جان غیر نظامیان در غزه وظیفه اخلاقی و امر ضروری است. دموکراسی زمان قوی‌تر و امن‌تر است که ما قانون‌های جنگ را رعایت کنیم. ما با پشتیبانیمان از اسرائیل برای دفاع از خودش ادامه می‌دهیم و همچنین بر حفظ جان غیر نظامیان در درگیری‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه دعوت می‌کنیم. وزیر دفاع اسرائیل میگوید تلاش دارند که به مرگ ساکنان عادی راه ندهند و هدفشان تنها نابودی حماس است که روز 7 اکتبر در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و 10 نفر را گروگان گرفت. ما از ارزش‌های خود با رعایت قانون‌های بین المللی حمایت می‌کنیم. هر گاهی که ما درباره یاری‌های بشردوستانه صحبت می‌کنیم، باید 129 گروگان در غزه را پیش رو آوریم. این از مهمترین مسئله بشردوستانه است. مقامداران امریکایی و اسرائیلی به حزب الله لبنان که پشتیبانش ایران است، هشدار دادند که وضع را به هم نزند و آنها درباره آینده فلسطین پس از جنگ صحبت کردند. ما درک میکنیم که 72 روز گذشته در تاریخ اسرائیل دردناک ثبت شده است. فاجعه ادامه میکند. اگر امیدواری های مردم اسرائیل و فلسطین برآورده نشود، پایان این جنگ ناامنی، خشم و ناامیدی زیادتر خواهد بود. این به فایده مردم اسرائیل و فلسطین است که به سوی تشکیل دو کشور قدم گذارند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. معلوم است که حماس نباید غزه را اداره کند. اسرائیل هم غزه را با راه‌های غیر نظامی اداره نخواهد کرد. ما تمام تلاش را با راه نظامی و غیر نظامی برای حفظ امنیت و ثبات کشورمان و بنیاد جامعه آسایشته در آینده در هر دو طرف انجام می‌دهیم. امریکا میگوید که برای حل بحران در خاور میانه تلاش دارد. وزیر دفاع این کشور به جز از اسرائیل به بحرین و قطر نیز برای گفتگو می رود. در تاجیکستان به زودی قانون به اجرا می درآید که اجازه نمی دهد مثلا در بیمارستان، اداره برق یا هر مؤسسه دیگری دولتی پول نقد پردازید. پول هر خدمات، چه حق استفاده برق و یا حتی جریمه برای رعایت نکردن قاعده حرکت راه باید آنلاینی یا در بانک پرداخته شود. هدف از این نوآوری چی است و آیا این کار می تواند خوردن حق مردم را از بین برد؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. مومین، هدف از تغییرات در کودکس حقوق ویرانکنی مأموری که برای گرفتن پول نقد در اداره‌های دولتی جریمه تعیین کرده است چی است؟ بله زرانگیز، وکیلان مجلس نمایندگان هنگام بررسی تغییرات در کودکس گفتند که هدف مساعدت به اجرای قرار رئیس جمهور امامعلی رحمان است که ماه اوگوست قبول کرد. بر اساس آن قرار ساکنان باید پول آب و برق، انداز و جریمه و دیگر پرداخت‌ها را با کارت بانکی یا همیان موبیلی پرداخت کنند، نه مثل پیشینه که پول را به دست یک کارمند اداره دولتی میدادند و یا پشت در خزینه نوبت ایستاده میپرداختند. بعد حکم اجرا گرفتن تغییرات در کودکس حقوق ویرانکنی مأموری، اگر یگان کارمند دولتی از دست کسی مثلا پول برق را نقد بگیرد، او را از 680 تا 1360 سومانی جریمه میکنند. وکیلان مردمی میگویند که جزا برای قبول پول نقد مانع سوء استفاده پول دولت و یا رشوه‌خواری می شود و به شفافیت عملیات‌های مالی و در عموم پیشرفت اقتصاد تاجیکستان سهم میگذارد. مومین، برای پرداخت غیر نقدی پول خدمات دولتی یا مثلا پول آب و برق، اینترنت خوب لازم است که مردم بتوانند برفتند پشت در اداره پول سپارند. این مسئله تا کجا به نوبت گرفته شده است؟
بله زرنگیز، واقعا ما این طرف مسئله رو پرسیدیم و با مردم صحبت داشتیم. مثلا یک مصاحب ما از ناحیه وخش گفت که سرعت سست اینترنت در دهه آنها نمیگذارد که از ضمیمه بانکی استفاده برده شود. یا مسئله دیگر ندانستن راههای استفاده از ترمینال یا ضمیمه‌های بانکی است که مشکل مردمی کلانسال است. اقتصاددان ها هم اگرچه قرار درباره معاملات غیر نقدی را قرار خوب می‌دانند، ولی میگویند شتابکاری در اجرای آن درست نیست. عبدالله اشرف، تحلیلگر مسائل اقتصادی که با او صحبت کردیم، گفت حکومت می‌خواهد پیش راه رشوه‌خوری و فریب مردم را بگیرد، ولی به اینترنت بلند سرعت اجرای این کار مشکل است. او مثال آورد که چگونه در فصل زمستان و قطع نیروی برق مردم عذاب میکشند و نمیتوانند پول خدمات دولتی را درست پردازند. او همچنین گفت که برای کلانسالان که راههای پرداخت غیر نقدی را نمیدانند باید استفاده دیگر راهها باشد که توانند مثلا به خزینه دولت روند و آنجا پول سپارند. واقعا اینجا نقطه جالب هست که دیگر ناظران راه و یا ماموران ملیسا هم حق ندارند کسی را در سر راه جریمه کنند و پول او را بگیرند، ولی تا کجا این فرموده قانون اجرا می شود حالا معلوم نیست. تشکر. همکارم مومین احمدی درباره تلاش حکومت تاجیکستان برای از بین بردن پرداخت‌های نقدی صحبت می‌کرد. اما ساکنان چی میگویند؟ خبرنگاران رادیوی آزادی در کوچه‌های دوشنبه از راهگذران پرسیدند که سپردن پول برق و آب و دیگر پرداخت‌ها طریق غیر نقدی برایشان مشکل نیست و تغییرات نو به قانون تا کجا میتواند رشوه‌ستانی را از بین برد؟ خیلی удобный تر ایده نمیدونم. من بسیار وقتا دوشنبه خیلی استفاده میبرم. خوبه این اصلا. در شهر خیلی خوبتره نکیم در قشلاق‌ها خیلی کنه مشکل تره. و حسابی که آنتنا ماساد کمه برای نمی. برای من خیلی مفید است. مبلغ با کارت من انتقال می‌گردد. پرداخت‌های غیر نقدی راحت‌تر است نسبت به آن که ساعت‌ها در نوبت‌پایی نزد بانکمات می‌ایستید. در بعضی بانکمات‌ها پول هست، در بعضیشان نیست. با کارت بهتر و راحت‌تر است. او قیمت‌تر شد با مردم. باید که همون جمع می‌کردن می‌گفتن مبلغ پیشتر تا خوب. از کدام جهت مشکل‌تر شد؟ با بانک می‌کنید، خرطه می‌کنید، نداره خیلیش دوره اینا می‌خیل. آنلاین می‌سپریم. تلفن کتی. QR کد مغازنا. مثلا خانه به میشینی پلاتیت میکنی. ما روزهای خنوق به نمی بروی کجا پلاتیت میکنی. آسان به همین ویش. دیگر پالواش چی باز اگرم پالوای مثلا مشاهده کردید که آدم‌ها پورا آماده هستن، پورا صرفا میروند با نه، همین آدم‌ها پورا صرفا نمیروند. بسیاریشان کارت ندارن مثلا. آینده از سال نو هم پرداختی غیر نقدی که وای میسپرم. خیلی البته خوب است، این کاری خوب. همه صرفا میروند؟ اگه هر ما صرفا نمیره آینده ممکن صرفا بره. و در محفل در دوشنبه از نظام نورجانوف یکی از چهره‌های معروف علم و فرهنگ تاجیک یاد کردند. گزارش اسکندر فیروز رو از این محفل تماشا میکنیم. در همین تئاتر نظام نورجانوف صنعتشناس مشهور تاجیک اگر زنده می بود 100 ساله می شد. دوستان و شاگردان و نزدیکان این پژوهشگر فقید تاجیک در دانشکده صنعت تاجیکستان با برگزاری محفل شخصیتی به گفتهشان اشرافزاده صنعتشناس را گرامی داشتند. استاد نورجانوف خیلی اشرافزاده فرهنگ، یعنی یک ایتالان بودن برای همه ما. هرچند که قبول نداشتن مثلا نمایش ما همه وقت حرمت و احترام خیلی زیاد و افسوس که نیستن. سعدالله رحیموف فرهنگشناس تاجیک میگوید که برخی از نظریه های نظام نورجانوف به مقامات وقت شوروی خوش نمی آمد و در این زمینه میان این دانشمند و زمامداران برخوردهای صورت می گرفت. معقول نمیشد گپای راست اون کس میگفتن تف شوید از تئاتر. با اون کس گفتن که من میرم لیکن شما به استعداد. نظام نورجانوف سال 1923 در شهر بخارا دیده به عالم گشاد و 18 مارت سال 2017 در سن 94 سالگی در دوشنبه فوتید. برنامه رو به پایان میبریم. تشکر برای همراهی. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.